آهنگی چقدر ریتمیکه، چقدر شاد و قشنگه و حالت خوب میکنه. کلا این پیج رو ما بیشتر ویدیوهای میلیونی هم که دیدیم از همین هنرمند عزیز دیدیم که بله کارشون بسیار خوبه، صداشون، چهرهشون، اکتشون و معلومه که چرا اینقدر دیده میشه. درود بر نگاه مهربون و زیبای شما. خیلی خوش برگشتید به چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتیم خدمتتون با یه تعداد ویدیویی که قراره با هم دیگه تماشا کنیم، این دقایق رو با هم دیگه باشیم، تیک تاک های تاجیکستان رو با هم دیگه ببینیم و از هنرمندان همه چیز فکر می‌کنم داخلش باشه تماشا کنیم، گپ بزنیم، حسمون رو با هم دیگه بدیم و خلاصه خوشحال میشم تا انتها با من باشید و اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک رو برای ما بزنید. سریعتر بریم سراغ این ویدیو و ممنون میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. قراره بریم و 10 تا از میلیونی ترین و پربازدید ترین تیک تاک ها رو با هم دیگه ببینیم که بیشترش مربوط به خواننده ها و هنرمندان مشهور مثل بانو مدینه، بانو یاسمین. خلاصه با هم دیگه تماشا کنیم و گپ بزنیم. جان چی بهتر از بانو مدینه و شروعش با ایشون باشه که همیشه خوش انرژی، هنرمند، خوش صدا و هزار ماشاءالله خوش چهره و خوش استایل هم که همیشه هستن و این گروه باحال موسیقی پشت سرشون. عاشق شده غم‌هایت به به زنجیری جنون نیده در پایت مبارک با زنده باش. عاشق شده این آهنگ کار هر کسی نیست خواندنش، حسش رو رسوندن نیست و خب همونجوری که می‌دونیم یکی از مشهورترین آهنگ‌های فکر می‌کنم بله زنده یاد احمد ظاهر الماس موسیقی شرق هست که این دو هنرمند دوست داشتنی که من اسمشون رو نمیدونم، خانم رو میشناختم قبلا دیده بودم، اگه اسمش رو یادم بیاد شما اگه برام تو کامنت ها بنویسید ممنون میشم. آقا رو اصلا ندیده بودم، چه صدای خوشی داره، چه صدای گرفته و زیبایی. عالی. باز هم بانو مدینه رو داریم. اوه عکس و ویدیو رو ببین. اگه خواندنم روش بود که دیگه بیشتر دلم می‌برد. یه تیکه من احساس کردم رقص کردی انجام داد، یعنی این رقصی که با پا انجام داد به نظرم رقص کردی بود و شایدم بود. هزار ماشاءالله. عجب آهنگیه و ارزش شنیدن داره. حتما اسم شعر و آهنگش رو برامون بنویسید. نمیدونم اینجا چون به زبان تاجیکیست بعد من بعداً از ترنسلیتور استفاده کنم به احتمال متوجه شم، ولی حتما اگه برام بنویسید خیلی خوشحال میشم. آهنگ شادی بود، دلی بود. تموم شد رفت. خوانندمون
به با آهنگ ایرانی. این هر چی که بوده این ویدیو مربوط میشه به یک هنرمند ایرانی که حالا اونور صداش داشت میومد و این آهنگ ایرانی بسیار شاد و زیباییه که حالا ما بهش میگیم بادا بادا مبارک بادا. کلا این اسمش تو لفظ، حالا اسم دقیق شعر آهنگش رو نمیدونم، ولی چقدر بانوان زیبا و متین باش میرقصن. آدم دلش میخواد این ویدیو رو 1000 بار پلی کنه. به اف که تموم شد. رقص بی‌نظیر، بانو بسیار بی‌نظیر و ماشاءالله چه موهای عجیب و پرپشت و زیبایی هم داشتن. من تو یاری نداری نداری حبیبی حبیبی چشو خود دل فریبی حبیبی حبیبی یلا حبیبی حبیبی یلا یلا حبیبی بگردی دل حبیبی در تقدیر و نصیبی چی دل فریبی یلا یلا حبیبی بدردی دل حبیبی تو دلفریبی. چقدر باحاله که خود معمولا خواننده ها و هنرمندای آهنگا میان داب اسمشش میکنن یا ویدیوشو یه جوری تو تیک تاک و اینا نشر میکنن. حرکت باحالیه، هم باعث میشه بیشتر وایرال بشه و شنیده بشه، همین که خودشون ارتباط بیشتری با بیننده و طرفدارشون پیدا میکنن. نظر شما چیه؟ خیلی خوبه، آهنگ عالیه. هرچی باید این آهنگو پیدا کنیم، این بار دومه داریم میشنویمش. بیشتر آهنگایی که دیدیم از بانو بود و من ایشونو خیلی دیدم، یعنی میشناسمش کاملا. الان اسمش هم حضور ذهنم بیاد میگم بهتون، خیلی دیدیمش. خیلی هنرمند مشهور و خوبیه. یه ویدیویی بود که با موزیک مشهور و رپ لیتو، بهزاد لیتو، رپر فارسی ایرانی، صدای روش بود. حالا ویدیو توی تاجیکستان بود یا نه، یا هنرمندان تاجیک بودن، اینو من نتونستم تشخیص بدم. ماشاءالله همه اینجوری هست. جان به چه آهنگی، چقدر ریتمیکه، چقدر شاد و قشنگه و حالت خوب میکنه. کلا این پیج ما بیشتر ویدیوهای میلیونی هم که دیدیم از همین هنرمند عزیز دیدیم که بله کارشون بسیار خوبه، صداشون، چهرهشون، اکتشون و معلومه که چرا اینقدر دیده میشه. به اکت رو ببین فقط. اینجوری هست. خلاصه اینم ترکیبی از ویدیوهای میلیونی تیک تاک که توی البته در واقع فضای یوتیوب شورتس هم میلیونی شدن. یه تعداد ویدیو بودن که با هم دیگه دیدیم و خلاصه امیدوارم شما با من بوده باشید و لذت این دقایق رو در کنار ما برده باشید. بالاخره یه چیزی نزدیک به 10-12 تا فکر میکنم 10 تا ویدیو بسیار خوب دیدیم که اگر اشتباه نکنم میشه بالاترین نمره رو همچنان به همون ویدیو اول داد که از بانو مدینه دیدیم و خب طبیعتا بانو مدینه است و صداش و اکتش و چهره و شعرهای خوبی که انتخاب میکنه همه چیزش 20 تا تکمیل
درست. امیدوارم با من بوده باشید، لذت برده باشید و خیلی زود با همینجور ویدیوها و موزیک‌ها و کلی چیزا و فرهنگ‌های زیبای کشور تاجیکستان برمیگردیم و در کنار هم برادری و دوستی رو نشر میدیم. به امید دیدارتون، خدا به همراهتون.